دائما با دعا مشغول بوده در آن با شکرگزاری بیدار باشید. در حق ما نیز دعا گویید تا خدا در کلام را به ما واز کند که سری مسیح را که من برایش بندی هستم بیان نماییم، تا که من آن را آنچنان ظاهر سازم چنان که بیان کردنم لازم است. فرصت را غنیمت دانسته با آنهایی که در بیرونند عاقلانه رفتار کنید. بگذار سخن شما همیشه پرفیض و نمکین باشد تا شما بدانید که به هر کس چگونه جواب دهید. از تمام سرگذشت من شما را تخیقوس خبردار خواهد کرد. او برادری محبوب و خدمتگزار امین و همکار من در خداوند است و او را محض برای آن نزد شما فرستادم که از احوال شما خبر گیرد و دلهای شما را تسلی دهد. با یک جایگی برادر امین و محبوب آنیسیموس که از بین شماست، آنها شما را از همه کارهای اینجا خبردار خواهند کرد. آریسترخوس که همراه من در حبس است به شما سلام می رساند و مرقوس جیان برنبا که شما درباره او فرمان گرفته اید. اگر نزدتان بیاید او را پذیرایی کنید. همچنین یشوع که لقبش یوستوس است، هر دو از مختونانند و تنها آنها همکارانند برای ملکوت خدا که سبب تسلای من شده اند. اپافراس به شما سلام می رساند که او از بین شما و بنده عیسی مسیح است و همیشه برای شما در دعاهای خود جد و جهد می نماید تا که شما کامل بوده و از هر چیزی پسندیده خدا وقوف داشته ایستادگی کنید. و من درباره او شهادت می دهم که او برای شما و برای آنهایی که در لودیکیا و در هیراپولیس می باشند بسیار مهنت می کند. لوقا طبیب محبوب و دیماس به شما سلام می رسانند. به برادرانی که در لودیکیا می باشند، به نمفاس و به اهل کلیسایی که در خانه اوست سلام برسانید. بعد از آن که این نامه در میان شما خوانده شد، کاری کنید که آن در کلیسای لودیکیا نیز خوانده شود و نامه ای را که از لودیکیا است شما نیز بخوانید. به ارخیپوس بگویید با خبر باش تا آن خدمتی را که در خداوند به ذمه خود گرفته ای به جا آوری. من پاولوس با دست خود سلام می رسانم. زنجیرهای مرا در خاطر داشته باشید. فیض با شما باد. آمین.